است باید که اون نفری که میخواهد که خوراک‌های ملی را با لذت آماده کند باید چگونه آدم باشد، چگونه کار کند؟ باید که از تحت دل تازگی را رعایت کند. پیش از همه تازگی را رعایت کند و به همون اوقات به همون چی خودش بکنه. درست. ایو زیاد آبش زیاد ندوزه یا که روغنش زیاد ندوزه یا که همین خوراک‌ها همه خوراک که نمک بسیار داختی شور میشه، کمش داختی به نمک میشه. درست. همین خوراک‌ها همین خیلی بچه. همه چیزش موافق معیار باشد و پیش از همه تازه‌کار باشد. تازه‌کاری باشه. خیلی عالی. چگونه است برای یک نفری که باید همه کار شاگردان یاد بگیرن. ما 30 سال ما رفته با آینده جوانان کو. درست. ما را حکومت شهر یک دست دخترا را رای کردن همونجا ایشون دادیم اینا اول اردا میبزی بچم اول اینا طبقه تازه چقه میکنی باز چی میکنی اردا اینا خمیر چپاتی را خیلی میخیلی کلچه را خیلی میخیلی ما ایشون دادیم هم جوانا را. خب هدف اساسی برنامه این هم باشد معرفی کردن خوراک‌های با لذت ملی تاجیکی به مردم تاجیکستان به جهانیان است و پیش از همه همچنین خب زنده نگاه داشتن این خوراک‌ها و خب با جوانان آموزاندن اون است. یعنی محصولات زیاد نیست. قروت، روغن زرد، پیاز و خب فطیری که از ارد آسیابی آماده شده است و هیچ چیز نیست. محصولات بسیار کم است ولی لذت بسیار عالی دارد و اساسش این که نفری آماده میکند که خب چگونه است بسیار یک کدبانوی خب عالی تازه‌کار و خوراکش بسیار بالازد. از همین لحاظ من باوری کامل دارم که خب یک مالیدن قروت را ببینید که چگونه وقت را میگیرد. برای همین کار یا خوراکی که کمک وقت را میگیرد حتما که اگر اون نفر اون کدبانو تازه‌کار باشد حتما که از تعدیل کار کند خوراکش بالازد میآید. قروتاب همان گونه که از نامش معلوم است از قروت تیار می شود. این صبحانه زمستانی است. قروتاب اساساً طعام مردم کوهستان است. در تابستان ضرورت قروتاب تیار کردن نیست چون چکه و دوغ فراوان است. این طعام مجازش گرم و دیر هضم است. برای همین قدیمان می گفتند صبح اگر قروتاب خوری یک روز سیر می گردی. خود قروت فایده های خیلی زیاد دارد. در این باره بدتر هم می گویم. ولی قروتاب همان وقت برای انسان فایده آور می شود وقتی که قروتاب درست تیار کرده شود. حالا بیایید آماده می کنیم. البته که قروت حتما باید قروت خانگی باشد، قروت تازه باشد و می دونید که قروتی که همین قروت اصل هست چقدر سخت می شود و قروت ها رو اول می شویم تازه، بعدا از بالایش آبی جوش آمده می ریزیم و مهلتی ملایم شدنش 8-10 ساعت است و با بالایش آبی جوش آمده ایستاده می ریزیم و رویش رو پوشانیده تا صبح نگاه می داریم. برای همین قروتاب اساساً صبحانه است، یعنی شب تر می کنیم و سحر بر وقت می پزیم و حالا فطیرش رو هم تیار می کنیم. فطیرها رو هم شب تنوک کرده پیچانیده تا صبح می مانیم، بعدا صبح گرم پخته استفاده می کنیم. خوب صبح شد. انا اکنون قروت ها رو با دست با نمون اصول قدیمه سایش میدیم یا که میگوین کفک میزنیم تا که قروت ها آب شوند، در آب حل شوند و من از اصول قدیمه استفاده کردم. یعنی امروز میتوانید از قصاص استفاده کنید، با بلندر استفاده هم کنید، ولی من از اصول قدیمه استفاده کردم و اکنون میگویم که برای چی حتما در وقتی قروت را تر کردن از آبی جوش آمده باید استفاده کنیم تا که قروتاب رو ما همگی 60 درجه گرم مسکه رو آب میکنیم و بعدا آب که شد آتش رو پس میکنیم، میگذاریم که مسکه داغ شود. خوب فطیر آماده شده است. ویدیوی پختن فطیر رو من الکی گذاشتم. شخصانی که ندیدن میتوانند ببینن و اکنون فطیر رو ریزه میکنیم به اندازه یک لقمه، نه کلونی بد و نه خردی بد.
ба хотире ки нола кардан баъд осон шавад. ва инҷо маска ҳам аллакай доғ шудааст. қурути обкардаи мо аллакай тайёр ҳаст ва акнун қурутобамонро якҷоя мекунем. ва акнун аз болои фатир қурути обкардаро мерезем ва баъдан аз болои он хомпиёз мегузорем. хомпиёз инҷо ба хотири ороиш додан нест, ба хотири он аст ки хӯрок осон ва зуд ҳазм шавад. барои осон ҳазм шудани таом ҳаст ва аз рӯяш вобаста ба хоҳиш мисли ман ё равғани зард ё ки аз равғани зағир ҳам истифода мекунам. ин вобаста ба хоҳиши худатон аст. ва хуб қурутоби мо омода шудааст ва ҳамон гуна ки мебинед таркибаш иборат аз қурут, фатир, равған ва хомпиёз аст. умедворам писандатон омад. хуб қурутоби мо омода шудааст нӯши ҷон ва чуноне ки мебинед фарқи қурутоб аз шакароб дар он аст ки қурутоб Thank you.